اگر جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته، امن‌ترین کشور برای زندگی کجاست؟ یک کشور کاملا بی‌طرف در قلب اروپا که نه عضو اتحادیه اروپا است و نه عضو ناتو. بیش از 200 ساله که در هیچ جنگی شرکت نداشته. حتی در جنگ جهانی دوم با وجود درگیر شدن کل اروپا باز هم در امنیت کامل بوده. دارای جغرافیایی استثنایی با وجود رشته کوههای آلپ در جنوب، رشته کوه جورا در شمال غرب و فلاتش با دریاچه‌های مختلف و تپه‌های بزرگ که این کشور رو تبدیل به یک قلعه نفوذناپذیر کرده. طراحی خاص جاده‌ها، تونل‌ها، پل‌ها و خطوط راهن جهت تخریب فوری برای زمینگیر کردن دشمن. ساخت 26000 پناهگاه مخفی در کوههای آلپ که با تونل به هم وصلن. پناهگاه‌های ضد بمب اتم به اندازه بیش از جمعیت کل کشور. مقاومت منازل مسکونی در برابر بمب اتمی 7 مگاتنی. 170 روز خدمت سربازی برای جوانهاش و تحویل اسلحه بهشون، یعنی یک ارتش ذخیره 200,000 نفری آماده برای دفاع و 8,600,000 پناهگاه ضد